دوستان یه روغنی امروز یکم مشتریان خودشون آورده بودن برای تعویض روغن گیربکس L90 گیربکس AL4. کلا کاری با برندش ندارم، یه دونه محصول هستش و پشتش زده مدین ایران بدون هیچ مشخصات دیگه این کجا تولید میشه، چی کارخونه است، پالایشگاه است، بلندینگ، هیچ اصالتی از این محصول مشخص نیست. و البته من بهشون گفتم، به قول گفتنی آلارمو دادم، ولی اصراری نکردم که موقع سوء برداشت نشه. ولی همیشه پیشنهاد کردم اگه میخواین از برندهای ایرانی استفاده کنید ترجیحاً از پالایشگاهی یا مثل نفت پارس، سپاهان، ایرانول، بهران یا شرکت‌های معتبر ایرانی مثل پروفیکار، کاسترو، لیکومالی استفاده بکنید. متفرقه استفاده نکنید. این برندها اصالتش مشخص نیستش، معلوم نیستش داخل این محصول چی پر شده، چه مواد اولیه، چه روغن پایا ادیتیویه، اونم مخصوصا برای گیربکس مثل گیربکس AL4 که انقدر به روغن